سلام. مهمترین نکته موقع شارژ ایرپاد و یا هندزفری بلوتوسی استفاده از کله شارژر مناسب ایرپاد و یا هندزفری بلوتوسی تونه. چیزی که اکثر افراد اصلا توجهی بهش ندارن. تو این ویدیو میخوام کامل ترین و اصولی ترین راهنما و نحوه شارژ ایرپاد و هندزفری بلوتوسی رو بهتون آموزش بدم. تا انتهای ویدیو رو با ما باشید. معمولا داخل باکس ایرپاد و هندزفری بلوتوسی یه دونه کابل کوچیک برای شارژ ایرپاد قرار گرفته. اگه به هر دلیلی این کابلتون خراب شده میتونید از کابل‌های جایگزین از برندهای مثل الدینیو، موکسوم و حتی ریمکس استفاده کنید که انتخاب‌های به شدت خوبی هستند. گزینه بعدی و مورد بعدی استفاده از کله شارژر مخصوص ایرپاده. کله شارژرهای گوشی‌های سامسونگ، اپل و شیائومی به دلیل توان خروجی بالایی که دارن اصلا مناسب شارژ ایرپاد نیستن و معمولا بعد استفاده کوتاه مدت باتری رو خراب میکنن. بهترین گزینه استفاده از کله شارژر مخصوص ایرپاده که اگه داخل گوگل هم جستجو کنید فروشگاه شهر قطعات هم موجود داره. کله شارژر مخصوص ایرپاد 1 آمپره و 5 وات توان خروجیشه که مخصوص ایرپاد و هندزفری بلوتوسی تونه. حتی میشه ساعت هوشمند و هر دیوایسی که باتری کوچیکی داره رو باهاش شارژ کرد و هیچ موردی نداره. مدت زمان شارژ ایرپاد و یا هندزفری بلوتوسیتون معمولا بین 20 تا 40 دقیقه است که بیشتر از این اصلا توصیه نمیشه. شارژ اولیه ایرپاد اصلا وجود نداره و اگه بالای 1 ساعت ایرپاد رو به شارژ بزنید اولین موردی که پیش میاد باتری باد میکنه و بعد استفاده چند بار معمولا باتری رو خراب میکنه. اگه به هر دلیلی نمیتونید از کله شارژر ایرپاد استفاده کنید میتونید برای شارژ ایرپاد یا هندزفری بلوتوسیتون از پاور بانک استفاده کنید. مزیتی که پاور بانک ها دارن اینی که خاصیت قطع کن رو دارن، یعنی موقعی که ایرپاد و یا هندزفری بلوتوسی رو به شارژ میزنید اگه فول شارژ بشن خود پاور بانک جریان برق رو قطع میکنه و حتی یادتونم بره مشکلی واسه ایرپادتون پیش نمیاد. با دیوایس هایی مثل لپتاپ، کامپیوتر و تلویزیون هوشمند به هیچ عنوان ایرپاد و یا هندزفری بلوتوسی رو شارژ نکنید چون درگاه USB این دستگاه ها اصلا مناسب شارژ نیستن و برای شارژ طراحی نشدن. و در آخر هم یکی از سوالات پرتکرار، موقع شارژ ایرپاد گوشی ها رو از کیس خارج کنیم یا نه؟ نگاه کنید خود ایرپادها خاصیت قطع کن رو دارن، یعنی موقعی که ایرپاد گوشی ها رو فول شارژ کنه جریان برق واسه گوشی ها قطع میشه و اصلا گوشی ها شارژ نمیشه. اگه گوشی ها داخل کیس باشه یا بیرون کیس باشه هیچ فرقی نداره و هر جوری که مایلید میتونید استفاده کنید. تو جنبندی کلی و کلام آخر واسه شارژ ایرپاد و هندزفری بلوتوسیتون میتونید از کله شارژر ایرپاد و یا پاور بانک استفاده کنید. مدت زمان این مراحل هم 20 الی 40 دقیقه است. بیشتر از این اصلا توصیه نمیشه. اگه به هر دلیلی باتری ایرپاد و یا هندزفری بلوتوسیتون خراب شده توی این ویدیو نحوه تعویض باتری هم گفتیم که میتونید ایرپاد رو مثل روز اولش نو کنید.